салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва буғ. Имрӯз 10 октябри соли 2024 ва мо аз як вилояти дигар омадем ба вилояти Мерсин. Мерсин вилоят ми? Мерсин вилояти Мерсини Туркия назди дӯсти деринаамон Ниҳатбей. Ниҳатбей, салом алейкум. Хуш омадӣ ба гурӯҳи мо. Ин Ниҳатбой танҳо ва танҳо با استحصال زردآلو و میوه زردآلو و نهال‌های زردآلو مشغول می باشد. با ما که زکات شد درخواست شد از ولایت سوخت که با ما نهال زردآلویی بیارید که خشک شود جمع باشد، یعنی که کلان کلان شود زردآلویی که خشک می شود. در اینجا دو نمود زردآلو رو ما یافتیم، یکیش همین خشک می شدگی کلان می شدگی نامش حاجی خلیل و یک دیگرش نامش کعبشی. حاضر ما ایستادگیم در نزد زردآلوی حاجی خلیل، نامش کعبشش دیگر جو است و یش هم گفت همین خیلی هست. و این زردآلویی که میبینید علاقه 2 ساله شدگی، سالی گذشته ما دیده بودیم پیوند کردگی بود. من از همینجا پیوند همش پیوند و بینید یک اهمیت انا جای پیوند و باز از اینجا با بریده است. یا بار دیگه بریده است با قوت شود. گفته بینید من اینجا پیوند کردگی و اینجا بریده است و زردآلوش چنان با قوت شدگی من باوری دارم که ریشه‌اش نیست با قوت میباشد. و این دسته‌ها رو ببینید، دسته‌ها از پره برآمده. من اینشم ببینید، من یک تا پیوند کردگی با اینجاش ده بریدگی، اینجا پیوند، اینجا بریدگی، یک بخون مونده پیوند بریدگی برای با قوت شدن. یعنی که اینا 2 ساله هستند. این پیوند سال 2023 می باشد یا 22 می باشد. 22 بگمونم آگوست 23 با بریده، من 24 کلان شده است بگمونم. همین خیلی. و این زردآلوها گلخانه دارن میبندن. پیش از اون که من نوار گیرم با اکای مروار با نیحتبوی ما هم صحبت شدیم، همین سوال ها رو جواب داده گرفتم که در وقتی نوارگیری با سوال و جواب نشود بعد یک اکای منور پریودش رو دیگر کند با بسیار ایراد میگیرن. برای من همین سوال ها رو جواب گرفتم. حاجی خلیل و کعبشی این دو زردآلویی می باشد که خشک می شود و خشکش بسیار نغز به فروش می رود. ما این چونین بسیار سوال ها دادیم، حال می رویم پیش زردآلوهای کلانش، بریدنش رو از نیحتبوی می پرسیم، چون که زردآلوهای ما کلان می شود. وقتی نیحت ما میگیم که ما با زردآلوی مایده نیحت میگه که زردآلوی مایده میگه تگرشش مایده باشد، میگه نه این اونقدر فایده ندارد. میگه شما همین زردآلوی معمولی ما میفروشیم میگه کلان است و لیکن وقتی که بریده و مایده میشد و دانای کلان میتاد و من با شما حال بریدنش رو نشان میدم، چخل شنوندنش رو نشان میدم. بریدن و چخل نشان دادنش در دیگر نوار میشود. حالا ما فقط درباره من نهال‌های زردآلوش میگیم که نهال‌های زردآلو نهایت خوش صفت همین سال علاقه میبندن، لیکن شما ما حاضر وقتی مصلحت کردم شنوندید هم تو چین زانوتون مونده میبرید، از نو این سبزیش میکند و شما این رو نمیمونید کلان شود. هر سال بیرحمانه میبرید تا اینکه شما زردآلوهای صفتناکی کلان گیرید. بگذار 100 کیلو نه 50 کیلو گیرید در درخت، لیکن زردآلوی کلان که خشک شما قیمت شود و بازار شما در روسیه نقش شود. و از من از سوخت کعبشی زکات کردن و حاضر من چخیلی که فهمیدم در برابر کعبشی نوعی حاجی خلیل هم بهترین بوده است. برای همین اینش رو هم میبریم زکات کنید و اش رو هم میبریم. انا هم دیاران عزیز درباره نهال‌ها گفتم. نهال ببینید که قدیما 184 است. این نهال از قدیما بلند است. لیکن شما به هر حال ما این رو کوتاه کرده میبریم. در اون ماشین ما بار کمتر رفتنش در کار، سبکتر رفتنش در کار و این رو وقتی شما شنوندید چین زانواتون مونده میبرید که از نو پنجه زند، از روی زمین پنجه زده کلان شود تا بلندی بد نشود. شما هر سال برید. نیحتبوی و التماس حاضر رویم اونجا نشان تید طرز بریدنش رو بگید. Şimdi bu denesi bakacak.
budaması. Gabzanet, balan gabzanet. Budaması da uygulama olarak yapalım. Buradan aşağı. Hazır vaqtda nishon metam. Uygulama olarak yapalım budamasını biz. Öyle anlatalım. Göstererek. Buradan aşağı nişan tedi. Bayat guyet. Hamin niholhoy mo alakay چند مرتبه شاتاش رو خوردیم برای و نهادبوی رو در خلق پیش خلق میپرسم که garantiye دارد işte همین Hoca Halim. Tabii. Bunlar zaten kendi üretimimiz. Aynı zamanda biz bunu kendi tesislerimizde üretiyoruz. Size bunları da gezdireceğiz. Cinsle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. ما خودمون رفته مخصوص از درختای خودمون میگیریم پیوند میکنیم گارانتی ما 100%. ما خیلی بردگی ما همش هم خیلی نقص. گوید که نهادبوی اگر ما درخواست بسیار شود خدا خواهد ممکن ما شما رو تاجیکستان بریم برای بریش کردن درخت ها. انشالله تاجیکستان gelirsen inşallah. İnşallah geleceğim. و göstereceğim. İnşallah. همداران عزیز اگر درخواست بسیار شود باغ‌های کلان از همین زردالوهایی که برای خشک کردن میوه من باز میگم زردالوی خشک کردن خشکش صفتی بلند باشه در تمام دنیا و پول است. از خشک هست که 6 سومونی یمون کس نمیگیرد. خشک هست که 50 سومونی انا وای کیلوی مهنت است. همین نهال‌هایی که ما میبریم کیلوی مهنت و کیلوی فروختن و کیلوی پول است. ما حرکت میکنیم که بهترین نوها رو دسترس کرده برای شما بریم. همداران عزیز یعنی این بود یک نوار از با یک سوال دیگه هم از پیشپزکاش چی دارید؟ کدام نهال؟ Erkençelerden ne var sizde? Erkencilerin Mikado, Matador, Cebasret. Asası bir. Mikado, Cebasret, Matador. Matador. Erkenci olarak ilk burada Nisan'ın 25'inde hazır ettiğimiz ürünler bunlar. 25 اپریل همینجا میپخته گشته این چیزا میگه هستی همین ها. Sonra orta erkencileri başlıyor. Sonra بعد این میونه میپخته ya. Kdom است؟ Ne çeşitler var? Orta erkenci çeşitli kayısı olarak mı soruyorsun? Evet. Rubinsia, Prinsia, Flopia. Ya sapsırık meşal. Tabii bunlar orta erkenci olarak geçiyor. Badi mipazar. Badi peşpazak sonu mipazar. Ondan sonra orta erkenciden sonra çıkan geççilerimiz Hacı Halil. Bu peşter dirter mipxtegi mu ona hemin Hoca Halil ki in qoq meşa. Ruçrubi, Kabaşi. Ruçrubi Kabaşi. Yani Kabaşi Hoca Halil'laş bir nihayet khuşki kıymet meşed. En güzeli bu Hoca Halil ve Kabaşi yani bu kurutaya. Kurutmalık olarak en uygun cinsler bunlar. Hacı Halil ve Kabaşi. Hemin dütte میگوید. برای بهترین سارتایی که قاق میشن خواجه خلیل کدی کعبشی هرتش همین جنبو از همین ها میشه. زردالوهایتان رو در کجا میفروشید زردالوهای تر و خشکتان و بزرگ شما کجا است؟ Rusya, Avrupa, biz dünyanın her tarafına karşı satabiliyoruz. Yani pazarlamayla ilgili hiç sıkıntımız yok. هم میگه روسیه اروپا فرقش اینه که جایی که باشه خریدار باشد میفروشه. فهمیدم. خیلی همداران عزیز من ببینید چقدر زردالوها بوده است. یک بار تکرار میکنم حاجی خلیل قدی کعبشی برای خوش کردن بوده است. نهایت فکر میکنم ما رو فریب نمیکند. آماده شخصا از همجا ما خریده میگیریم. این دفعه ما با تلفن و با دیگر چیزا میخریم میبینیم در همجا کنده پاکوفکا کرده گرفته میبریم. خدا خواهد در ماه ینوار و فوریه شما فقط درخواست کنید. پیش پزک‌هاشون هم گفته نامشه و در روی من نمیستد. میونه پزک‌هایشان هم و من این خوش مشدگی‌هاش. هم دوران عزیز در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد. همچنین ما هم باغ ملی شهر خوجام از همین گرفتگی همونجا هم هست. باغ ملی شهر خوجام از این مرد از همین مرد گرفتگی همش شروع اونجا همش تصدیق شد. البته. رحمت شما. آدم راستی دیدم میتونه همونجا. رحمت. هم دوران عزیز من با یک بار دیگر این پلانتاسیون نهال‌های این نهادبوی رو نشون دادم بلیت چقدر کلان همه هر سال میفروشد. این ببینید صدها هزار دونه زردالوها باغش ها اونجا هست. اونجا هست از ما باغش میرویم باغ زردالوی کلان با ما شکل بریدنش رو تربیتش رو شیناندنش رو با ما نشان بدهد. در پناه خدا باشید.